Look at this. A little shimmy outside the off stump. Gives himself room and finds the gap down the leg side. Wasn't really looking at it. What a skill. محمد شهزاد محمدی کرکت باز پر افتخار کشور در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است. وی پس از آغاز جنگ‌های داخلی در کشور به پاکستان مهاجر شد و نخستین‌های کرکت را در آنجا آموخت. شهزاد پس از بازگشت به زادگاهش کرکت را به گونه فنی و حرفه‌ای در افغانستان فرا گرفت و گام‌های استواری را در راستای قدرتمند ساختن تیم ملی کرکت کشور برداشت. Just a little under edge and it's gone through to the keeper. این میلی‌پوش 28 ساله کشور از سال 2009 میلادی بدین سو پیراهن تیم ملی کرکت افغانستان را بر تن شهزاد با درخششی که در رقابت‌های کرکت 20 آوره دارد اکنون در رده‌بندی شورای جهانی کرکت در جایگاه 8 جهان ایستاده است و در رقابت‌های کرکت 5 آوره رده 43 جهان را به خود Could be a mix-up here. Should be a no. He's broken the stump, I think. Summy continues. The legs are in the right area. What a catch! What an absolute beauty and cover! این کرکت باز پر افتخار کشور برای نخستین بار با پیراهن تیم ملی کشور در بازی‌های یک روزه در ماه آگوست سال 2009 میلادی در برابر آلمان به میدان و در بازی‌های 20 آوره در ماه فوریه سال 2016 در برابر ایرلند تیم ملی کرکت کشور را همراهی کرد. شهزاد محمدی در بازی‌های یک روزه 39 بار در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم‌های گوناگون به میدان رفته است و تاکنون در مجموع 1297 دوش را انجام داده است و بیشترین دوش او به 131 دوش بوده است. Straight to the man. اما در رقابت‌های 20 آوره 1206 دوش را در 38 بازی به نام افغانستان ثبت کرده است و بیشترین دوش این بازیکن به 118 دوش بوده است. شهزاد محمدی در بازی مقدماتی جام جهانی 2016 یکی از بهترین و کلیدی ترین بازیکن تیم ملی افغانستان. وی در بازی در برابر اسکاتلند 66 دوش برای افغانستان انجام داد. در بازی در برابر آنکان 41 دوش کرد و در بازی برابر زیمبابوه 40 دوش داشت و در صعود افغانستان به مرحله نهایی جام جهانی نقش موثری است. شهزاد در دیدارهای افغانستان آغازگر بازی در بخش بیتینگ است و در بخش فیلدینگ پست ویکت کیپر تیم ملی کرکت افغانستان را در اختیار دارد. وی در بازی نخست مرحله نهایی جام جهانی در برابر سریلانکا تنها 8 دوش انجام داد، اما در بازی برابر آفریقای جنوبی قدرت نمایی کرد و با 44 دوش در 19 بال در برابر این تیم قدرتمند نشان داد که یکی از بهترین بازیکنان جهان در بخش بیتینگ است. شهزاد پیش از این و در تمامی رقابت‌های بیرون مرزی که در ترکیب تیم ملی حضور داشته است، بهترین عملکرد را در امتیازگیری از خود به نمایش گذاشته است. وی در سال 1394 در بازی برابر زیمبابوه در بازی‌های 20 آوره 33 دوش انجام داد و باعث بهترین بازیکن میدان برگزیده شد.
این کرکت باز برتر کشور در 5 بازی 5 آوره در برابر زیمبابوه 131 دوش را برای تیم ملی کرکت افغانستان به دست آورده است.